سلام به همگی. من منتظرم که فراز بیاد جوینش کنم به لایو که اینجاست. ببینیم که فراز میاد. سلام، صدای من؟ سلام، حالت چطوره؟ قربان سلامت باشی. تو خوبی؟ نباشی، مرسی. تو سلامت، خوبی؟ ممنونم. مشتاق مرسی که دیدار. قربان سلامت باشی. چه خبر؟ مرسی که دعوت کردید منو اینجا. صدا میاد به خوبی؟ بله صدا که برای من اوکیه. حالا بچه ها اگه صدا اوکیه بگن که ما ادامه بدیم نه، لایو. این تجربه من از لایو اینستاگرامی اینجور چیز میزاست، خیلی اطلاعی ندارم. منم خیلی سرم نمیشه، بر همین از بقیه میپرسم که چه خبره. صدا خوبه؟ صدا خوبه. فکر میکنم که صدا اوکی. من چیزی تو مثل اینکه صدا خوبه. مرسی. خوبه. خب من میخوام کامنت ها رو ببندم که البته الان کیفیت تصویر خوبه به نظرم، چون سری پیش ما مشکل رو داشتیم که کامنت ها باعث میشد که کیفیت تصویر خوب نباشه. ولی حالا من کامنت ها رو باز میذارم. ولی یه چیز جالب بگم بهتون که اینجایید، ما ایالتمون چون خیلی ایالت تورنیدو خیزیه، ما هر ماه یه مانور سایرن داریم. هر آخرین سه‌شنبه یا اولین سه‌شنبه هر ماه. الانم بیرون دارن سایرن میزنن. اگه صدای چیزی میاد، صدای این مانور ماهیانه است که اینجا داریم ما. خوب شد گفتی. من پنجره رو یه لحظه دادم. بعضی وقتا ما پنجره رو هم بستم طوریه دیگه. به هر حال باید صداش انقدر زیاد باشه که همه متوجه بشن زمان تورنیدو. خلاصه که باشه، بیا شروع کنیم. فکر میکنم که دیگه بچه ها جوین شدن و همه چی هم اوکیه. درسته، چون یه سری از آره من ته لایو رو سیو میکنم مثل لایو قبلی که اولش که کلش رو میذارم، هر کی خواست کاملش رو ببینه. کاملش رو میذارم روی یوتیوب که بچه ها راحت تر بتونن با سرعت های متفاوت ببینن. جاهایی هم که مثلا خیلی مهم و بولده من کوچولو میذارم روی اینستا که بچه ها مثلا اینجا رو بیشتر دقت کنن. عالیه، دست در خواهش میکنم. دست شما درد نکنه که تو این شلوغی زندگی و اینا میدونم قبول کردی که بیای به سوالات ما جواب بدی. نه، باعث خوشحالی افتخارم. قربون، مرسی به دعوت کردی. نه خواهش خب من خب فراز جان، خودتو معرفی کن واسه بچه ها. بگو که لیسانس کجا بودی، رشتت چی بود، ارشد چی کار کردی، رشتت چی بود. شروع کن. من خب فرازم، قزوین کارشناسی رو گرفتم، بین‌المللی امام خمینی، رشته مهندسی کشاورزی گرایش آب بودم. برای ارشد تهران قبول شدم و رشته گرایش سازهای آبی رو ادامه دادم. روی موضوع هیدرولیک کار کردم و به خاطر اینکه میخواستم مسئله مشکل سربازی بود و این قضایات، دکترا رو ادامه دادم. 3 سالم دکترا تو همونجا رفتم تا 3 سال رفتم تا نزدیکای تهش رفتم، ولی بعد دیگه انصراف دادم و چون پذیرشمو گرفتم انصراف دادم. الان اینجا من رشته مهندسی عمران هست، ولی خب گرایش و تخصص من محیط زیست. دپارتمان ما برای محیط زیست رو تا ارشد داره و فعلا برای دکترا هنوز جداگونه رشته ای رو درست نکرده، ولی نصف اساتید عمران کلا تو همین محیط زیست هستن. کاری هم که توی ارشد کردم در زمینه هیدرولیک بود. قبل، در حین و بعد از ارشد من جداگونه یه مقدار کار میکردم با استاد دیگه در زمینه مدیریت منابع آب و هیدرولوژی بود و چیزی هم که الان اینجا دارم میخونم بایوژئوکمیستریه، یعنی ترکیبی از بیولوژی و زمینشناسی و شیمی که تقریبا ارتباط خاصی نداره. حالا هیدرولوژی بخش کوچیکیش هست. بنابراین یه چند بار تغییر رشته، تغییر تخصص داده شد، ولی خب دیگه الان تو سیراکیوس هستم و 7 ماهه که اومدم اینجا. آره خیلی جالبه. تو سازه بودی و خب میدونی که توی رشته ما بچهای سازه خیلی مینالن که استاد پیدا نمیکنن و حق میرن بهشون. ولی خب تو علایقی داشتی، تونستی توی یه هیته دیگه‌ای پوزیشن پیدا بکنی. حتما من فکر میکنم که دیگه اون سازه‌ای که ما میشناختیم تو ایران دیگه نیستش.
خیلی اومدن به سمت اینکه مثلا کاربردی کنن، بیان تو محیط زیست استفادهش کنن، اومده کلا تو یه فیلدهای دیگه. بر همین آره اون تمرکزی که بچه‌ها دارن که نه حتما سازه و دیزاین و فلان و اینا باشه، من کمتر میبینم اساتیدی که اینو کار بکنن. حالا نظر تو چیه؟ به طور کلی نه فقط این خود رشته عمران که بخوایم بگیم اون جنبه محیط زیستی رو داشته، اون هم خیلی کمتر شده. نمیگم صفر شده، خیلی جا همچنان دارن روش کار میکنن، ولی موضوعاتش خیلی محدودتر شده و هر کدوم یا زدن تو کار مثلا دیتا ساینس و کارهای مثلا ویژوالیزیشن، یا زدن تو کارهای محیط زیست. کلا اون چیزی که ما به اسم عمران تو ایران میشناسیم، حالا سازهای آبی کم و بیش حالت عمرانیش بیشتره دیگه، اون دیگه کم شده و خود هیدرولیک رو تا اونجا که میدونم تو آمریکا خیلی کمتر هست پوزیشن. حالا باز این مقدار تو کانادا شاید باشه یا تو استرالیا من خودم پیدا کرده بودم، ولی همشون یه جنبه، یه گرایشی که به محیط زیست مربوط بشه پیدا کردن و دیگه اون شکل کلاسیکی که متاسفانه هنوز تو ایران داره دنبال میشه دیگه اینجا نیست. بنابراین یکم برای بچه‌ها میتونه سخت باشه اگر فقط مثلا رشته‌های اینطوری بوده باشن دیگه. آره باید یه مقدار هم تغییر رشته بدن، هم بتونن در کنارش رو موضوعات دیگه کار بکنن. آره ما که لایو قبلی داشتیم با یکی از دوستان، اونم سازه بوده ایران و الان داره مهندسی رودخونه، ولی نه از لحاظ دیزاین و ساختاری و اینا، باز هم حالت محیط زیستی داره. تأثیرات اونو دارن بررسی میکنن، مثلا هیدرولوژی یخ روی رودخونه و اینجور چیزا. اونم همینطوریه، یعنی دیگه میگفتش که سازه به اون صورت پیدا نمیکنن که مثلا بخوان چیز کنن. بعد اونم تو آمریکا خیلی، آمریکا رو فکر کنم مثلا نگشته بود، من چون آمریکا رو گشتم سازه خیلی کم دیدم، ولی خب اونم کانادا رفتهش دیگه، چون اونجا مثلا این گرایش خورده بولتره. سوال بعدی ما اینه که شما یه دکترا ایران گرفتی دیگه نشد تقریبا، ولی آره آزمون جامعه رو گذروندم و 3 سالی گذروندم اونجا رو. اونجا مستر اوت کردی اومدی یکاش میشد مدرک مستر اوتش رو گرفت یا حداقل قاعده رو ترانسفر میشد کرد، ولی خب دیگه متاسفانه این قضیه تو ایران نیستش. از رزومت بگو زمانی که داشتی اپلای میکردیم. ببین من یه مقاله ژورنالی داشتم، ISI ایمپکت اولوژی 1.5 سال 2019 پذیرش گرفت. من اینو از کارشناسی شروع کرده بودم. سال اول ارشد پذیرش گرفت، سال اول ارشد سابمیت کردیم، بعد از اینکه ارشد تموم شد تازه پذیرش گرفت. و من مقاله ارشدم رو خیلی بهش نیاز داشتم برای فرآیند اپلای. هیچ وقت نتونستم به موقع بهش برسم، یعنی 1-2 ماه قبل از اینکه بیام آمریکا مقاله اون رو داشتم. به غیر از این 3 تا موقعی که اپلای میکردم 2 تا مقاله پذیرفته شده داخلی داشتم و فکر میکنم 5 تا کنفرانسی داخلی، 2 تا هم کنفرانسی بین المللی بود. این چیزی بود که داشتم، ولی رو چند تا موضوع دیگه کار کرده بودم. بعد از اینکه اپلای کردم و ویزام رو گرفتم، بعد از اینکه ویزا گرفتم یه دفعه اون مثلا 3 تا دیگه از مقاله‌ام که تو داوری بود پذیرش گرفت و به نتیجه رسید. ولی تو موقع خود اپلای شاید بگم تنها فقط یه دونه مقاله داشتم که میشد قابل اطمینان بود، قابل این بود که بهش رفرنس بدم بگم من این مقاله رو دارم و مثلا اعتبار من تونست باشه. کار پژوهشی چطور؟ چون ما با هم یه همکاری داشتیم توی دوران ارشد. میدونم که تو به غیر از کار خودت، تز خودت، با بچه‌های دیگه هم همکاری میکردی. بگو که مثلا چه شکلی این همکاری ها رو توی رزومت آوردی، چه شکلی عنوان کردی اینا رو؟ به خود رزومه همکاری که داشتم، من صرفاً یه بخشی هست به عنوان مثلا تو رزومه خودم تحت عنوان ریسرچ اینترست هست که کارهایی که انجام دادم یا مثلا در دست انجام هست رو روش نوشتم. مثلا همون کار مشترکی که ما با هم کردیم اونجا قرار داره. و بعدش تو بخش پابلیکیشن مقاله هایی که داشتم پذیرش شدن و الان وجود دارن رو ذکر کردم. یه بخشی هم براش اضافه کردم که پابلیکیشن مثلا under preparation که در دست آماده سازی هست. الان کار خودمونم که اونجا قرار داره، یه عنوان کلی
براش گذاشتم و ذکر کردم که مثلا to be submitted این مثلا فلان ژورنال، اسم ژورنال رو هم نوشتم، اسم نویسنده ها رو هم نوشتم و این کلیاتش. حالا بالاخره under preparation میتونه بعدا تغییر بکنه عنوان و اینش، ولی به این دو روش من ذکر کردم. درسته. آره بچه ها از من پرسیدن که مثلا آیا ما مقاله های فارسیمون رو بذاریم یا مقاله که دقیقا مقاله که داریم مینویسیم چطور. و خب منم نظرم همینه که شما هر کاری که کردی اصلا شاید به مدت 1 ماه فقط به یکی از دوستات کمک کردی، اون تجربه‌ای که کسب کردی بهتره که توی CV آورده بشه. آیلتس رو چی کار کردی؟ شما آیلتس دیگه با هم داشتیم آیلتس میدادیم. آره من آیلتس رو سال فکر کنم 99 دادم، اسفند 99 نمره 7 گرفتم. رایتینگم رو خود رایتینگ رو شدم 6. نتونستم خیلی چیز بشه، سر اینکه 6 شدم نتونستم یه دانشگاه کانادا رو اپلای بکنم اون موقع. ولی بقیه اسکیل ها 6.5 7 و 7.5 بود. حالا اسپیکینگ به طور خاص 7 بود یادم میاد. سالی که من آیلتس دادم تو هم آیلتس دادی؟ یه سال قبلش داده بود. چند ماه قبل از آره چند ماه قبل من تو آیلتس دادی. آره ولی یادمه که چون با هم دیگه اسپیکینگ کار میکردیم، یادمه که تو یه بازه زمانی بود که تو آیلتس دادی. 4 ماه قبل از آره. قشنگ اون دوران یادمه که چقدر کمک کردی سر اسپیکینگ من. خیلی خیلی یعنی فکر می‌کنم بعد لیسنینگ اسپیکینگ برای من خیلی راحت تر بود، یعنی از همه خیلی راحت تر بود. بعد اینکه خب چه شکلی آیلتس خوندی؟ من قبل از اینکه من اون از حرف قبل یه چیزی یادم مونده بود خواستم بگم، اشاره بکنم، ببخشید. در مورد موضوع مقاله که گفتید، اساتید براشون اهمیت داره ببینن که شما دارید تلاش میکنید و کار میکنید. بنابراین هر دستاوردی که دارید رو بنویسید. مقاله اگر به فارسی است عنوان انگلیسیش رو به صورت انگلیسی بنویسید و آماده باشید اگر برای اینترویو دعوت شدید آماده باشید که بتونید در حد 1-2 دقیقه توضیح بدید که تو این مقاله چه کارهایی کردید و نقش شما تو اون مقاله چی بوده. مثلا خود گردآوری داده بوده یا مدل سازی بوده یا هر چیز دیگه. در این حد بلد باشید خیلی کمک میکنه. این از حرف قبلی مونده بود. سوال شما در مورد آیلتس، به نظر من برای آیلتس یه مقدمه خیلی کلی شاید بهترین کتاب باشه. من 2 سالی که بعد از منتظر ویزا و پذیرش اینا بودم تدریس میکردم، به نظرم این بهترین چکیده حرفم برای آیلتس اینه که از کتابای زبان زیر ذره‌بین جهانشاهی شروع کنن. این کتابا برای کنکور ارشد و دکترا طراحی شدن ولی کلمه‌ها و گرامری که دارن به نظر من مناسب آیلتس 7 میتونه باشه. مناسب که 100% تکمیل کننده نیست ولی شروع خوبی هست که بتونه شما رو به اون هدف برسونه. کلماتش انقدر غنی است که برای آیلتس 7 کافی باشه. گرامرش هم برای رایتینگ اگه نیاز دارید بهتون کاملا کمک میکنه. من فکر میکنم 2 ماه اگر کلماتش رو بخونید آماده هستید که بتونید برید سراغ خود تست زدن آیلتس. خود آیلتس به خودی خود به غیر از تست زدن و تمرین کردن هیچ چیز دیگه ای نداره. کتابای کمبریج رو باید یاد بگیرید. کتاب منبع بی‌نهایت زیاده ولی وقت خودتون رو خیلی زیاد نباید سر خودتون رو شلوغ بکنید. صرفا یه پارتنری پیدا کنید که باهاش بتونید صحبت بکنید یا رایتینگاتون رو با هم دیگه صحیح بکنید و پیش ببرید. حالا گزینه پارتنر برای صحیح کردن رایتینگ میتونه الان چت جی پی تی باشه یا میتونه مثلا همون گرامرلی باشه، ولی من توصیه میکنم حالا با 1 نفر پیش برید که بتونید با همدیگه پیشرفت کنید. ایده‌ای دارید به همدیگه بدید و پیش ببرید. فقط نکتهش اینه که برای اسپیکینگ و رایتینگ چیزی رو حفظ نکنید. مثلا یه فریز خاصی رو حفظ نکنید که بگید الان میخوام به زور اینو بچپونم توی متن. فقط آمادگی داشته باشید. سعی کنید تا حد امکان دامنه لغات رو بالا ببرید. آروم آروم خودش این کلمه‌ها میشینه توی هم اسپیکینگتون هم رایتینگ. آره موافقم. این استمرار است که به نظر من توی زبان خوندن مهمه و اینکه شما یه همپا پیدا کنید. من به بچه‌ها میگم بچه‌ها اصلا دوران اپلای خیلی دوران سخت و خب طاقت فرسا و اعصاب داغون میشه خدایی. حالا زبان خوندنم که کلا یه غوله واسه خودش. شما یکی رو پیدا کن، با هم دیگه برید جلو. اصلا دوتاتون قصد اپلای دارید، با هم برید جلو.
اصلا رشته‌تون هم یکیه، به هم پاس بدید استادا رو، چون یکیتون بره به اون یکی هم بالاخره یک کمکی میشه، با هم دیگه آدمو پیشرفت میکنن، نه اینکه نه من به اون یکی نگم مبادا اون بره و اینا. من خیلی موافق این قضیه هم که یکی رو همپای خودشون پیدا بکنن، زبان باش تمرین کنن. مثل ما که برنامه مثلا داشتیم فقط 2 روز در هفته بود، یه ساعت 40 دقیقه با هم صحبت میکردیم. درسته. میدونی من این که گفتید مثلا به هم دیگه کمک بکنید رو میخوام اشاره کنم که پوزیشن نامحدود هست، تعداد کسایی که درخواست میدن برای اون پوزیشنات زیاد هست، ولی پوزیشن‌ها خیلی بیشتره و بدیهی اگر شما با همدیگه پیش برید، منابع همدیگه رو با همدیگه به اشتراک بذارید، خیلی راحت‌تر میتونید پیشرفت کنید و به پوزیشن خوبی برسید. بنابراین همدیگه رو هیچ وقت نباید توی این زمینا رقیب ببینیم، کسی جای اون یکی رو تنگ نمی‌کنه. دقیقاً من خیلی موافق این جمله تو هم. پوزیشن هستش، شماها اگه با هم یه تیم خیلی راحت‌تر میتونه بره بالا تا 1 نفر دیگه. بهتره که با یه کار تیمی و هماهنگ برید جلو، یه برنامه‌ریزی، اینطوری فرصت‌های بیشتری رو اصلا می‌بینید. جای اینکه 1 نفر مثلا بره بگرده، شما 2 نفرید که دارید می‌بینید پوزیشن‌ها رو پیدا می‌کنید. از دست خیلی چیزا به چشم میاد وقتی 2 نفر باشن، جا نمیمونه. دقیقاً خیلی موافقم. خب فراز، از کی به فکر اپلای افتادی؟ والا من خودم راستش رو بخوای دوست داشتم که تو ایران بمونم و استاد دانشگاه بشم و تو اون مسیر باشم، تو کارشناسی. تو ارشدم چنین قصدی داشتم دیگه. فکر میکنم دوره 96 دوره بود که گرونیات کلا شرایطو برای همه سخت کرده شد، بعدش هم مسائل سیاسی و قضایی دیگه که اتفاق افتاد دیگه، یعنی دوره ارشدم بود. من ورودی 96 ارشد هستم. من تصمیم گرفتم که کم کم به فکر اپلای باشم، ولی یه مقداری کند پیش رفتم، یه مقداری میترسیدم، نمیدونم از چی. صرفا بعضی وقتا یه چیزی از دور خیلی ترسناکه و آدم میخواد فراموشش بکنم، و من حالا به اسم این که میتونم دکترای ایران تامین تهران رو ادامه بدم اینجا رفتم. من برای دکترا خودم هیچی نخوندم، در نهایتم رتبه 1 آوردم و اونجا پذیرش رو گرفتم، گفتم خب فعلا میمونم اینجا. یه مقداری دست کردم از ترسی که داشتم از اپلای، بعدش خورد به کرونا و یه مقدار این مسائل خرابش کرد، کندش کرد. ولی خب بعد از کرونا تونستم لیست استادا رو در بیارم و سریع اوکی بشه. ولی به طور خاص جوابی که بخوام بگم اینه که دوره 1 سال قبل از کرونا تصمیم جدی من شروع شده بود برای اپلای، ولی شروع جدیم بعد از کرونا بود. بعد از کرونا منظورم مثلا همون سال 99 هست، نه اینکه بعد از دوره 2 سال کرونا. تو چه دپارتمانایی دنبال استاد میگشتی؟ این برای رشته ما، من رشتم که رشته من هم میتونه کشاورزی باشه، هم محیط زیست، هم مثلا هیدرولوژی، خیلی خیلی متنوع هست و شما بابت هر کدوم از اینا میتونید دپارتمان‌های مختلف رو پیدا کنید. دپارتمانایی که من براش اقدام میکردم مثلا جیولوژی بود که توش هیدرولوژی داشت، مثلا خود هیدرولیک به طور خاص نبود تو آمریکا، حالا تو کانادا وجود داره. مثلا محیط زیست بود، عمران بود و کشاورزی گفتم، کشاورزی، جیولوژی، محیط زیست، عمران. 4 تا دپارتمان رو سعی می‌کنم بگم. همه دانشگاه لزوما همینا رو ندارن و خیلی دانشگاه مثلا عمران داره ولی توش محیط زیست نداره، یا مثلا جیولوژی، هیدرولوژی نداره. ولی دونه دونه دپارتمان‌های مختلف رو برای هر دانشگاه چک می‌کردم تا مطمئن بشم ببینم که پوزیشن استاد کجاها وجود داره. آره، من خودم دپارتمان جغرافی و اینجور چیزا رو هم نگاه می‌کردم. چون بعضی از اساتید توی جغرافی ریموت سنسینگ روی مثلا واتر ریسورسز منیجمنت کار میکنن و اینجور چیزا، اونا رو هم نگاه میکردم. منو نمیدونستم، الان فهمیدم. ببین نکته آره واقعا. بعد اینکه از پروسه اپلای خودت بگو دوستمون، چون یه پروسه خیلی طولانی شد برای تو. آره، از اولش بگو که چقدر طول کشید که اصلا شروع کن، بگو مدارک تو چجوری آزاد کردی، سربازی تو چیکار کردی و اینجور. من چون
مسئله همین چون دانشجو دکترا بودم میتونستم از فرصت سربازی دانشجو دکترا بودن استفاده کنم، یعنی سربازی رو به تعویق بندازم. در واقع زمان اضافه برای خودم خریدم با دکترا و واقعا خریدم، چون پول مدتی که سربازی نرفتم دیگه، این دکترا ایران بودم رو پولش رو پرداخت کردم به وزارت علوم. حالا در مورد اون اگه خواستی توضیح میدم. ولی من اولش خیلی طمع کردم برای یه سری دانشگاه خیلی تاپ اروپا، برای هلند و فنلاند و سوئیس و یه چند از این دانشگاه‌ها. حالا بعضی از دوستان بهم میگن فراز دیر رفت، ولی رفت که به بهترینش برسه، با آمریکا برسه. ولی واقعیت اینه اونجاها منو اول راه ندادن، بعدش اومدم سمت آمریکا. حالا اینو به شوخی میگم، ولی واقعیت اینه مقاله اینام هیچ کدوم پذیرش نگرفت به غیر از همونی که گفتم 2019. و به خاطر همینم پذیرش‌ها خیلی پذیرش هیچ کدوم نمیرسید. بعد از اینکه حالا پذیرش اینجا اومد، بقیه پذیرش‌ها چه اروپا چه بقیه آمریکا مشخص شد، به لطف همون مقاله بود. ولی پروسه میگم یک سالی من اقدام کردم برای دانشگاه خیلی تاپ اروپا، نتونستم. بعد از یک سال شروع کردم برای همین آمریکا اقدام کردم، آمریکا و کانادا. که آمریکا فکر میکنم با دور اول ایمیل زدنم هلوش فکر میکنم یه استاد پذیرش قطعی به من داد. چند تا استادم بهم گفتن که مثلا برای این ترم اپلای کن، حتما فاند داریم و اینجور مسائل. ولی یه ذره استادها یه ذره بدشانسی آوردم. یه استادی افتاد به تورم که قول بهم داده بود ولی خیلی دیر به فاند رو تامین تونست بکنه. یه استادی بهم قول داد ولی لحظه آخر دنبال یه دانشجوی دیگه گشت و یه ذره بدشانسی. حالا بدشانسی شاید هم مسیر اپلای هست، دقیق نمیدونم. اینجور مسائل پیش اومد. در نهایت فکر میکنم اردیبهشت 1400 اردیبهشت سال پیش بود که استاد اینجا بهم پذیرش رو داد. فرایند من تا بخوام پذیرش رو بگیرم 1.5 سال طول کشید. استاد تو با ایمیل زدن پیدا کردی؟ با ایمیل زدن. چقدر مثلا چقدر مکاتبه کردی با استاد؟ تو ایمیل اول استاد جواب تو داد یا ریمایندر زدی بهش؟ به استادم ریمایندر زدم. کلا من چند تا پذیرش از آمریکا جای مختلف گرفتم، همشون رو با ریمایندر تونستم بهشون برسم. و ریمایندر رو حالا این چند تایی که پذیرش گرفتم با یه ریمایندر اوکی بود، ولی برای خیلی از استادا 2 3 4 5 بار ریمایندر می‌زدم. و حتی این گزینه وجود داشت که تو فکرم بود که اگر مثلا فلان استاد خیلی خوب اگر جوابمو نداد زنگ بزنم با آفیسش. یکی دو بار اقدام کردم جواب ندادن، ولی اگر برگردم عقب که راضیم از این شرط. ولی توصیه میکنم به بقیه که زنگ بزنن اگر فکر میکنم دنبال استاد خوبی هستن. استادها صرفا ممکنه نبینن شما رو، متوجه نشن که شما دارید ایمیل میزنید، حالا به دلایل مختلفی که مثلا بند میشه یا فیلتر میشه یا هر چیزی که از ایمیل نرسه یا بره تو اسپمشون به خاطر اینکه از ایران ایمیل میزنن. ولی وقتی که ارتباط بگیری در هر صورت اونا متوجه میشن و از شما رو که پیدا کنن دیگه میتونید باشون صحبت کنید و احتمال پذیرش اینا به مراتب بالا میره. تو با ایمیل دانشگاهت ایمیل میزدی یا جیمیل؟ با جیمیل ایمیل میزدی. آره استادا ممکنه تا که شما ایمیل زدی استادا خیلی سر شلوغ باشه. آره. و این باعث میشه که اصلا ایمیل شما بره و زیر میره اصلا نبینه، نه اینکه نخواد چیز کنه. انقدر سر شلوغه مخصوصا تو رشته ما که ما اگه سپتامبر و آگوست و اینا ایمیل میزنیم، اینا اوج کار مثلا رشته های ماست دیگه. میرن توی فیلد، میرن نمونه برداری، کنفرانس ها همشون تو همین تایم هاست. برای همین استادا یه خورده سرشون شلوغه. ریمایندر تو با چه فاصله ای میزدی؟ ببین روشی که من توصیه میکنم به بقیه اینه که 2 روز بعد از ایمیلی که زدید ریمایندر بزنید. ولی به طور خاص پوزیشنی که من الان اومدم داخلش ریمایندر رو 1 هفته بعدش زده بودم و کلا آدم فراموشش میشه 2 روز بعدش، چون بالاخره تعداد ایمیلایی که میزنه زیاد است، ممکنه فرصت نکنه یا خسته بشه یا هر چیز دیگه. به نظر من 1 هفته زمان مناسبی است، ولی 2 روز بعد هم به نظر من چیز بدی نیست. من خودم 1 هفته بعدش ایمیل نمیخواستم به نظر برسم که مثلا ای بابا اینم ولکن قضیه نیستم به دقیقه ایمیل میده. ولی آره اینا تو ذهن ماست بچه‌ها. اینا چون ما یه خورده خجالتی هستیم همه جا، اینا تو ذهن ماست. 2 روز 3 روز ریمایندر دیگه شما میخواید جواب ایمیلتون بگیرید دیگه.
راجع به آزادسازی مدارکت بگو واسم، چه شکلی مدارک این سوالت هم جواب ندادم در مورد اون مدارک اینو گفتی. من از وقتی که شروع کردم برای فرآیند اپلای، چون دانشجو بودم میتونستم مدارک، چون دانشجو دکترا بودم میتونستم مدارک کارشناسی و ارشدم رو آزاد بکنم و پولش رو پرداخت کنم. من اولین پذیرشی که گرفتم سال زمستون 1400 بود، یعنی استاد بهم قولش رو داد و گفتش که اپلای بکن بهت فاند میدم. دیگه مدارک رو شروع کردم آزاد کردم، مدارک کارشناسی و ارشد رو. کارشناسی مشکلی تقریبا فکر کنم نبود، ولی برای ارشد میخواستم آزاد بکنم بهم گفتن شما دانشجو دکترا هستی باید لغو تعهد بزنی برای این چند سالی که میخواستم ببخشید میونه صحبتت فراز، تو زمانی که دانشجو دکترا بودی رفتی کارشناسی تو آزاد کردی؟ از چه طریقی آزاد کردی؟ همون سامان سجاد میتونی وقتی که مشغول به تحصیل باشی میتونی آزاد بکنی. یعنی پول ندادی واسش؟ چرا پول همون دادم دیگه. نه همون بس شما مدارک تو واسش ما چون سربازی هستیم گزینه رایگان و اینجور چیز میزا نداشتیم. آره. همین که به ما اجازه دادن که پول بهشون بدیم ازشون ممنونیم. نداریم دیگه. بقیه بچه‌ها باید مثلا پذیرششون بیاد، بعد حالا مثلا تو اون یه ماه دو ماهی که مونده باید آزاد بکنم مدارک. من حالا از این فرصت استفاده کردم تونستم مدارک رو آزاد کنم. چی داشتی میگفتید؟ نشیدم. گفتی که ارشدت هم گفتن که گفتم آره باید دکترات رو اول لغو تعهد بزنی. من اون موقع 4 ترم دکترا رو گذرونده بودم و وقتی رفتم صحبت کنم گفتن که بابت هر ترم 4 میلیون تومان میگیرن. بعد حالا الان فکر میکنم 4 میلیون تومان باز عدد کمتری، ولی خب بالاخره اون موقع فکر میکنم دلار 20 تومانی بود، 19 تومانی. بعد من رفتم صحبت کردم گفتن که شما ترم 1 و 2 درس داشتی، بابت این 2 ترم پول رو پرداخت میکنی و 2 ترم چیزی که این چیزی که من فهمیدم، نه چیزی که واقعیتش هست اینه که بابت ترمایی که درس واحد برمی‌داری 4 تومن پرداخت می‌کردیم و بعدش تا زمانی که پروپوزال دفاع نکردی بابت اون ترما درسی رو پولی رو پرداخت نمی‌کنیم. و من تقریبا یه همچین چیزی رو شنیده بودم. بنابراین 8 تومن پول دکترا رو دادم و بعدش که 6 ترم دکترا گذروندم دیگه پولی بابت اون 4 ترم باقی مونده ندادم، چون پروپوزال دفاع نکردم. تمام سعیم این بود که استادم رو قانع بکنم که فعلا قصد ندارم پروپوزال دفاع بکنم که مثلا کار مونده و از اینجور مسائل که مجبور نشم بخوام پول اون 4 ترم رو پرداخت کنم. خب همین، چون من از طریق کاریابی آزاد کردم، میخواستم ببینم شمایی که داشتی تحصیل میکردی چه شکلی این فرآیند واسط پیش رفته، چون به هر حال ما هی سعی میکنیم که از هزینه ها بزنیم دیگه، ولی متاسفانه اینا هزینه هایی که شما باید پرداخت بکنی. حالا با این نمیدونم فکر میکنم درست نشد دیگه، با این افزایش چیزی که زدن تو هزینه‌ها درست نشد. شرایطش هم میدونم بی نهایت سخت‌تر شده. من کاری که فقط کردم این بود که من سهمیه منطقه 2 بودم وقتی رفتم قزوین، تو سامان سجاد داشتم اقدام می‌کردم برای آزادسازی، نگاه کردم دیدم که زده درخواست محاسبه با سهمیه 1 بود. من تیکو زدم همینطوری. بعد رفتم اونجا که می‌خواستم بابت آزادسازی مدارک، تجربه من چه تهران چه قزوین این بودش که شما باید برید یه بار که کار اداری انجام بدی، یه بارم بری با خودت مسئول اونجا باشی تا یادش بیاد، مثلا بهش یادآوری کنی انجام بده. فکر می‌کنم کل روند اداری اینطوریه تو ایران. ولی من رفتم اونجا به طرف گفت درخواست دادی برای منطقه 1، بذار ببینم معدل چیه. گویا معدل من از معدل میانگینه، معدل مثلا دانشکده یا گروه بالاتر بود. نمیدونم برای چه اساسی بود، ولی معدل منم 14.19 بود، کارشناسی خوب نبود که 22 تومانی که بود شد 11 میلیون تومان. بعد خب این یه روشی بود که از هزینه ها زد، ولی من راهی رو نمیتونم، چیزی رو بلد نیستم که بگم روش دیگه وجود داره برای اینکه از هزینه ها بزنی برای پسری که مثلا سربازی داره یا کسی که فرصت نداره بذاره بنگاه کاریابی. ببین اتفاق برای منم افتاد. من کارشناسیمو خب منطقه 2 بودم، بعدش اومدم منطقه 1. من همینطوری توی سامان سجاد مدارکم گذاشتم و یهو دیدم که از دانشگاه گیلان دارن تماس میگیرن با من که مثلا خانم صحرایی شما مثلا نمیدونم میخوای از تخفیف از تخفیف این استفاده کنی، نمیدونم اینا. گفتم مثلا نمیدونم تخفیفی که داری میگی چه، ولی آره استفاده میکنم. برای منم همونطوری شد.
مثلا از 20 تومن شد 10 تومن. حالا که الان گفتی من متوجه شدم مثلا تخفیف چی بود. آره. دست در نکنیدم متوجه شدم. منم کارشناسیمو همینطوری آزاد کردم. تخفیفمون من نمیدونم یا ما اومده بودیم منطقه 1 درس مونده بودیم میتونستیم اون تخفیفو بگیریم، نمیدونم چی بود. ولی اگه شمایی که منطقه 2 و 1 دارید میرید میاد شاید بتونید از این تخفیف استفاده بکنید واسه کارشناسیتون. ولی من مثلا واسه ارشدم موفق شدم که کاریابی بذارم و از طریق کاریابی حالا با دنگ و پنگای دانشگاه تهران آزادش بکنم دیگه. خودش اون موقع خیلی بود چون دم رفتنی بود، یعنی دم پرواز من تونستم اونو اوکی بکنم چون خیلی هول هولکی شد کارای ما. سربازی هم که به خاطر اینکه دانشجو بودی معافیت داشتی؟ چی داشتی؟ معافیت تحصیلی داشتم، تونستم این چند ترم. ببین معافیت تحصیلی به اندازه اون مدتی که فرصت داری بهت معافیت داده میشه و یک بار میتونی تو هر مقطع انصراف بدی. یعنی تو میتونی کارشناسی مثلا 6 ترم بخونی، انصراف بدی، برید یک کارشناسی دیگر رو از اول شروع بکنی. منتها نکتهش چیه؟ نکتهش اینه که حد تحصیلی که داری میخونی از سنوات مجاز بیشتر نشه. مثلا کارشناسی که 8 ترم هست، اگر تو 9 ترم درس بخونی دیگه نمیتونی انصراف بدی. ترم 8 میتونی انصراف بدی تا قبل از اینکه ترم 8 تموم بشه. همچنین برای ارشد فکر میکنم سنوات مجاز 5 ترم باشه، مطمئن نیستم، که اگر بیشتر از 5 ترم باشه دوباره نمیتونید انصراف بدید، ولی میتونی قبلش انصراف بدید. من این فرصت رو داشتم، من همه چی مستقیم اومده بودم بالا. البته کارشناسی 5 سال طول کشید ولی ارشدم 2 سال طول کشید و بعد مستقیم اومدم بالا. نیازی نبود ترمای قبل رو، یعنی مقطع قبل رو کاری بکنم. ولی برای دکترا وقتی که درخواست انصراف دادم کاملا روند قانونی بود و انقدر طبیعی بود که چه تو نظام وظیفه چه تو دانشگاه جای مختلف برای ما همه میدونستن که چرا دارم انصراف میدم. و بالاخره یه دانشجویی که دانش دکترا هستش تقریبا مشخصه که چرا داره انصراف میده، یعنی کار خارجش جور شده. خیلی از مسئولای دانشگاه وقتی که مثلا امضا میکردن همه میگفتن عاقبت به خیر شده، اینجوری اشاره به اون برمیگرد. روند اینه که خود هم نظام وظیفه آشنایی داره هم خود دانشگاه، کاملا طبیعیه. پس خوبه که یه روندیه که همه آشنان و خیلی بچه‌ها تو دردسر نمیافتن که حالا مثلا دقیقا اینطوری هست. ولی بالاخره بعضی مسئولا هستن که من تو دانشگاه تهران لنگ یه امضا بودم و یک نفر یه ذره داشت اذیت می‌کرد، میگفت یعنی چی ما دانشجو تربیت بکنیم، هزینه بکنیم، بعد بخواد بره برای خارج و اینا. سکوت کردم، فقط اجازه دادم که 2 روز بگذره و بعدش امضاشو بزن، چون بالاخره وظیفشه و راه نمیتونم کار خاصی نمیتونه بکنه، قدرتی نمیتونه نداره، حداقل سر من نداشت. نمیدونم الان چقدر بخوام وحشی بازی در بیارم ولی سر من واقعا نمیدونم. یعنی تو هم که تازه مثلا 8 ماه دیگه تقریبا ماه 8 هم 8 ماه مطمئنا شرایط با تایمی که تو داشتی میومدی هم زمین تا آسمون فرق میکنه. من سعی دارم با بچه‌ای که خیلی جدید اومدن صحبت بکنم ببینم که آقا مثلا الان دارن چیکار میکنن اونجا، چون هر روز اونجا یه قانونه. آره. اصلا و هر روز هم کسایی که تو قدرت بیشتری هستن طبیعیه که رفتار تندتر و وحشیانه تری دارن، آزار بیشتری دارن و خب من فکر میکنم بخشیشون هم از این حسادت ممکنه باشه. خب بیشترشون کسی که مثلا تو یه جای دولتی مقام بالایی داره احتمال اینکه مثلا بیمار روانی هم باشه هست. بالاخره مشکلاتی دارن که تو بدن نظام هستن. آره نمیدم همه آدم‌های خیلی خوبی بودن، سر راه هم بودن، خیلی هم کمکم کردن. اینو تضمین نمیدم به همه. ما که خودمون تو دانشکده خودمون یکی از بهترینا رو داشتیم دیگه، اگه خاطرت باشه واقعا بهترین بود دیگه. خانم غلامی فرشته است اصلا واقعا فرشته. واقعا از همین جزات تشکر میکنم خانم غلامی عزیز، هر چی که هستی تنت سالم باشه. حالا میرسیم سر بحث خیلی جذاب ویزا سفارت. بگو که قبل ویزا سفارت من یه سوال دیگه هم ازت بپرسم. تو چه تایمی اپلای کردی واسه دانشکده و پذیرش توی؟
ببین من موقعی که اپلای کردم استادم یک فاندی رو داشت، پروپوزال تصویب شده بود، یک فاندی داشت و آماده بود. من وقتی که اپلای کردم، من 31 فروردین 1401 اپلای کردم. یعنی ببخشید، من 23 فروردین ایمیل ریمایندر به استادم رو زدم. یک هفته بعدش به من هولوش 29 فروردین جواب داد، گفتش که ببخشید بابت اینکه زودتر ندیده بودم، یه پوزیشنی دارم در این زمینه هست، علاقه داری؟ اگر علاقه داری بهم بگو. که من بررسی کردم و گفتم معلومه که علاقه دارم. گفتش که برای 31 جلسه بذاریم. 31 جلسه بود، صحبت کردیم. من استادم تقریبا با من اینترویو نکرد. این استادم، این پذیرشی که دارم میگم، اینترویو نشد. استادم صرفا میتینگ بود و میخواست توضیح بده که پوزیشن چیه و شهر چطوری، دانشگاه چطوری، از اینجور مسائل توضیحاتی داد. اونم با من آشنا شد و گفتش اوکی اگر علاقه داری خوشحال میشم که اپلای بکنی، برو مثلا CEE Civil Engineering Civil and Environmental Engineering اسم مثلا دپارتمان ما است. گفت اینو اپلای بکن برای دکترا. اپلای که کردم 5 روز بعد آفر لتر اومد و من اون موقع خیلی به خاطر شرایط همچنان پس کووید بود، یه مقداری خیلی استرس I-20 داشتم، انقدر ایمیل زدم زخم کردم به جاهای مختلف. استادم، مسئول اینترنشنال آفیس و گریجویت آفیس و اینجور جاها، که فکر میکنم بعد از یک هفته بعدش هم I-20 من صادر شد. این مسیر من بود تا پذیرشی گرفتم. اینجا اینو ازت پرسیدم برای اینکه میخوام به بچه‌ها بگم که رشته ما و رشته های مهندسی معمولاً ددلاینی نیستن. تا زمانی که پوزیشن باشه شما باید مثلا اقدام بکنید، استاد پر میکنه اون پوزیشن رو. حتما نباید صبر بکنید که من برسم به ددلاین مثلا ژانویه دیسمبر اون موقع اپلای بکنم. تا جایی که دیدم توی کشاورزی، توی مثلا عمران، توی مهندسی های این مدلی تو طول سال پوزیشن هست. اصلا نیاز نیست شما حتما صبر کنید تا ددلاین. هر وقت با استاد اوکی شدی اپلای کن، ثبت نامت هم انجام میشه، اوکیه. ولی مثلا بچه‌ها الان یه طوری مثلا گاهی فکر میکنن که باید صبر کنن به ددلاین برسن و واسه ددلاین اپلای بکنن، در صورتی که رشته های مهندسی، یعنی من مهندسی ها رو اطلاع دارم، عمران، رشته های ما، اینا واقعا حتی مثلا گفتم پلن ساینس و گیاهشناسی و اینجور چیزا، اینا هم همینطوریه. برای اینکه انقدر اینا پوزیشن دارن، همش سعی میکنن که در طول سال این پوزیشن ها رو پر بکنن، نمونن برای ددلاین. چون شروع تاریخ پروژه ها با هم متفاوته. استاد نمیتونه صبر کنه بذار من برسم به ددلاین فلانی بعد حالا دانشجو بیاد سال بعد بخواد شروع بکنه. نه اینطوری نیست. بر همین اگه تونستن الان اوکی ایمیل بدن. هر تایمی که اصلا فکر میکنن آماده صحبت با یک استاد هستن، به نظرم شروع کنن که ایمیل بدن، چون پوزیشن همیشه هستش. هر تایم بعد از به نظرم آیس فکر میکنن. آیس آره. به نمره زبان آیس تا برسه. آره. بدون آیس هم میشه ولی خب سخت‌تره شدنش. کلا تو فرآیند اپلای چیزی بهتون نشد نداره با هر روش. ولی کلی عمومی آره خیلی بهتره که داشته باشن بچه‌ها. خب شما ادمیشنت اومد و رفتی دنبال ویزا دیگه. بگو ویزا کردی. من نمیدونم شرایط چطوری شده الان سفارت. فکر میکنم همچنان به همون روال قبل سخت باشه. سفارت تا 2 سال پر بود و سفارت اصلی و اون موقع هنوز ترکیه فعال نشده و صرفا دبی بود و یکی دو تا جای دیگه، حالا من فراموش فکر کنم دبی بود و ببخشید اون موقع دبی ارمنستان فعال بود، پاکستان فعال بود که پاکستان شرایط سخت خیلی سخت‌تری داشت. ولی من زد و دیدم که داره مثلا اربیل عراق سفارتش فعال شده و میده ویزا داره میده به ایرانیا. من اقدام کردم، خیلی روند مدام مثل همون رفرش کردنی که خودمون هست انجام دادیم. بالاخره تونستم یه وقت مناسبی برای خردادش بگیرم. من پذیرش رو دهه اول اردیبهشت که گرفتم I-20 رو داشتم، برای خرداد، وسط خرداد من رفتم، شاید آخر خرداد من رفتم سفارت. که رفتم اونجا روند اینطوری بود که داشت به همه ویزا میداد. یهو از اون روز 6 جون روند اربیل تغییر کرد که من اولین نفرم بودم.
بعد حدسم اینه که کلا در درجه اول به طور خاص در مورد من متوجه نشد که قضیه من چیه که دارم از دکترا انصراف میدم و میام اینجا. نتونست بفهمه که سربازی من مسئلهش چیه و منو با بند 214 بی ریجکت کرد، یعنی همون سوشیال تا، یعنی که قانع نشد آفیسر که من برمیگردم. کل مدت مصاحبه منم شاید 1 دقیقه طول کشید بدون هیچ چیز خاصی. دفعه گفت ما امروز نمیتونیم به شما ویزا بدیم و من همچنان منتظر بودم که حرف بیشتری بزن. فکرم رفتم کلیرنس، مدارک رو بهم پس داد و گفتش که روز خوبی داشته باشید. چه سوالی پرسید تو همون 1 دقیقه؟ یادته که چه سوالی ازت پرسید؟ فقط گفتش که متأهلی بچه داری؟ گفتم نه. بعد آیتون اینا رو هنوز اصلا نگرفت هیچ وقت. فقط گفتش که مدرک سربازی داری؟ گفتم که من معافیت تحصیلی دارم، الان دانشجو دکترام دارم انصراف میدم. گفت این دکترا اون دکترا چیه قضیهش؟ گفتم که صرفا دارم از اینجا انصراف میدم که یک دکترای دیگر شروع کنم. می‌خواستم توضیح بدم که دکترای دیگه چطوری و از این حرفا، ولی فرصت نشد. چیزی حقیقتش اینه که من از دکترای اینجا مثلا حرفی که میخواستم بزنم، حرفی که واقعی بودشم حتی تا یه حد زیادی این بود که میگم تو دکترای ایران پیشرفتی نداشتم و واقعا هم همینطوری بود. بالاخره موضوع هیدرولیک چیزی نبود که بخواد پیشرفت داشته باشه. من فرصت این رو نداشتم که توضیح بدم، خیلی سریع رد شدم. ولی تو سفارت بعدش اومدم ریجکت که شدم، خیلی روز سختی بود، خیلی روز بدی بود. ولی بعدش که اپلای کردم برای سفارت مختلف، دبی تونستم یه وقتی بیارم برای مهر ماه، اواخر مهر ماه بود و رفتم تو دبی. به من گفت که یعنی تو دبی خیلی کوتاه بود روند صحبت کردن. گفت خب قضیه چیه، چرا داری از دکترای مثلا ایران انصراف میدی؟ بهش گفتم که من اینجا پیشرفتی نمیدیدم و دنبال اینم که یه جایی برم که پیشرفتی بکنم. و بعد صرفا آیتونی رو دید که فاند دارم و یه سری مدارک کلی رو بررسی کرد و گفتش تبریک میگم شما ویزات اپروف شده. دیگه اوکی شد اون موقع. تو هم پس درجا شدی؟ درجا شدم، آره. باریکلا. ببینید الان این اصلا موارد نادری هستم که ریجکت شدم و بعد درجا شدم. خیلی خوبه، واقعا خیلی خوبه، چون بچه‌ها که واقعا هم حس بدیه که ریجکت میشی. اصلا من نمیتونم تصور بکنم. منم بار اول درجا شدم، اصلا نمیتونم تصور کنم بعدی که ریجکت میشی احتمالا مثل اینه که دنیا رو سرت خراب میشه دیگه. یعنی همه چی رو باختم دیگه، یعنی آمادگی رو داشتم که برم سربازی، همه چی بذارم کنار. میدین چیه، یه سری مسئله هست، به عنوان تجربه خودم میگم، کسایی که ریجکت میشن 90% به نظر میرسه، عددی که فقط خودم دارم، یعنی هیچ عدد منطقی نیستش، به نظر میرسه 90% کسایی که ریجکت میشن دور دوم پذیرش میگیرن. یعنی شما دلیل اگر مثلا چه میدونم به سپاه مرتبط نیستید، اگر کار غیر قانونی یعنی کار تروریستی یا هسته‌ای یا مربوط به سلاح و اینجور چیز انجام ندادید، دلیلی وجود نداره که شما ریجکت بشید. باز هم صرفا باید دلایل قوی تری رو آماده بکنید. مثلا اگر مسئله مالی، اگر سلف فاند هستید، باید مدارک موثق‌تری بیارید که بگید آقا من درآمدمون خوبه میتونم بیام. یا اگر گپ تحصیلی وجود داره باید دلیل منطقی برای آفیسر بیارید و برای خودتون هم در درجه اول که بگید من چرا دارم بعد از چندین سال برمیگردم به درس خوندن. همه اینا درست میشه. من هم که دکترا بودم، دلیل واقعی من همون بود که مطرح کردم، یعنی گفتم که تو ایران پیشرفتی نمی‌کنم و کاملا هم منطقی هست. هرچند که فکر می‌کنم خود آفیسر هم آشنایی دارن به این شرایط و این مسیر، اینکه دانشجوی دکترا میتونه انصراف بده. آره، مخصوصا سفارت دبی خیلی 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 میدونی چجورین، مثل ارمنستان که حالا بذار فکرامونو بکنیم جوری نیستن، یا رد میکنه یا آره خیلی اصلا مستقیمه، گیر علکی بدم و فلان کنم و اینا. خیلی روتین سوالاتشو میپرسه، نظرش مثبت. یعنی بیشتره افرادی که توی دبی میرن یعنی که آقا داری دروغ میگی، پاشو برو خونت، ریجکتی، یا اینکه نه واقعا میبینن که خواستم داره بکنم این چیزی که ما تو زمان خودمون آره
این برداشت کردیم. مدام سفارت‌ها در حال تغییر هستن. آره. این چیزی بود که تایم من بود. من از سفارت دبی دیدم. ما مصاحبهمون همینطوری بود. فکر می‌کنم 1 رو 20 دقیقه طول کشید. آفیسر تمام سی وی منو از من پرسید، مدارک ازدواجمون رو دید، ببین کلی سوال پرسید. تهش هم با یاشار، از یاشار پرسید که یاشار مثلا شما میخوای فارسی صحبت کنید؟ یاشار گفت من انگلیسی اوکی ام. از یاشار هم پرسید که مثلا کجا باهاش آشنا شدی؟ اشاره کرد که کجا باهاش آشنا شدی؟ گفتش که ما هم کلاسی بودیم و اینجور چیزا. گفتش که مثلا آره اینجا مثلا رشته‌هاتون هم یکی و اینا. کارت معافیتش رو گرفت و گفتش که تبریک میگم اپروف شدید. همین، یعنی 20 دقیقه هر چی سوال داشت و پرسید و ما جواب دادیم و بعدش گفتش که من مشکلی نمیبینم، ویزای شما اپروف شده امروز. خیلی برای من 1-2 دقیقه طول کشید. نه برای ما شاید چون 2 نفر بودیم. آره چون 2 نفر بودیم. من فکر می‌کنم دلیل من خودم این بود که هم فاند داشتم، هم گپ نداشتم و همین که سربازی نرفته بودم. برای منم تمکن مالی از من نگرفت، چون من همراه داشتم، باید یه تمکنی نشون میدادم برای همراه هم فقط سی وی رو رفت. از پروژه آمریکان پرسید، از استاد آمریکان پرسید، سی وی استاد آمریکان رو دید، گفتش که همین سوالات روتین، چرا اینجا رو انتخاب کردی؟ من دلیلم مشخص بود، کشاورزی بودم، ایالت اصلا بیسش کشاورزی اینا. اصلا نه استرس الکی بهم داد آفیسر، نه گیر الکی داد، خیلی روتین بود. تا قبل اون من خیلی استرس داشتم، ولی شروع به صحبت که کرد آفیسر خیلی راحت تر شد، یعنی اوکی شدم، کامل صحبت کردم. خب پس که اینطور شما هم درجا شدی بعد از یه ریجکتی، این خیلی حس امید رو باید تو بچه‌ها به نظر ایجاد بکنه که آقا ریجکت شدی، مخصوصا با این بند مسخره 214 برو سریعا یه جای دیگه وقت بگیر، دوباره برو سفارت. حالا البته که تو این حینم بیا پروندت رو قوی کن دیگه، ببین که چه چیزی به نظرت مثلا مشکل ساز بوده توی ریجکتید، اونو درست کن، دوباره برو دیگه. نشین که من ریجکت شدم و دیگه اتفاقی دیگه کاری نمیتونم بکنم، در صورتی که تو میتونی یه کاری بکنی، دوباره میتونی وقت بگیری و بری برای ویزات اقدام بکنی. پس با این حساب ویزا سخت‌ترین مرحله تو به حساب میاد دیگه، درسته؟ ببین اینکه این مسیر اینکه خیلی طولانی شد پذیرش گرفتن، فکر می‌کنم اون سخت‌تر بود. من حالا تجربه خودم رو میگم، پذیرش نداشتم یهو چند تا پذیرش جای مختلف داشتم، در این حد که حق انتخاب داشتم استاد بهتره رو پیدا کنم برم پیشش، استادی که باهاش احساس کردم آینده بهتری میتونم داشته باشم. همینطور من حالا گفتم 1 سال برای اروپا تلاش کردم. من همزمان که یه مدت بعد از اینکه پذیرشم اومد، پذیرشم با همین استاد اینجام اومد، پذیرشم از کانادا اومد، از استرالیا اومد، از هلند اومد، جاهای مختلف کره زمین رو دیگه تلاش کردم اپلای بکنم. حتی برای ژاپن هم داشتم فکر میکردم و حالا من این گزینه رو داشتم که مثلا برای ایتالیا اقدام بکنم. راستش رو بخوای هیچ ایده‌ای نداشتم که ایتالیا چطوری هست، یعنی یه ذرم دیگه خوب خسته شده بودم، فرآیند فرسایشی شده بود، وگرنه برای همه جاها داشتم تلاش میکردم. بالاخره من ددلاین سربازی بود. ترس این که بخواد مشکلی پیش بیاد برای این قضیه سربازی خیلی آزاردهنده بود، ولی فکر میکنم همین ویزا سنگین ترین ضربه رو زد بهم وقتی که ریجکت شد. آره واقعا خیلی، من خودم خیلی ناراحت شدم وقتی که بهم گفتی، یعنی اصلا اینطوری بود، یعنی من یاشار اینطوری بودیم ای بابا. رونده که پیش میاد بالاخره. به هر حال همه اینا تو مسیر افلاک وجود داره دیگه. اینه که تو بعد الان که میذارم خیلی راحت میگم پیش میاد، ولی و میدونم هر کسی، من کلیرنس هم تجربه نکردم، فکر کنم کلیرنس از ریجکتی هم حتی بدتر باشه، چون آدم 1 ماه 2 ماه 3 ماه میتونه تو کلیرنس بمونه، ولی وقتی که بیشتر میشه، الان مثلا بچه 8 ماه یا 1 سال یا بیشتر از تو کلیرنس هستن، فکر میکنم اون خیلی آزار روانیش بیشتره. ولی خب روندی که دیگه کاری از دست ما بر نمیاد. نه
مخصوصا واسه کلیرنس واقعا کاری از دست هیچکی بر نمیاد. یعنی شما حتی از سفارت نمیتونی بپرسی که چرا اینقدر طولانی شده. جوابشون اینه که اینا سکیوریتی کشورمونه، ما هر چقدر که نیاز بدونیم وقت میذاریم که بررسی بکنیم. یعنی چیزیه که بعید میدونم از دست کسی کاری بر بیاد. هیچ اتفاقی نخواهد افتاد واسه این قضیه. امیدوارم که بهتر بشن، ولی حالا ببینیم چه شکلی میشه دیگه. من دیگه سوالی ندارم، فقط این که من کامنت ها رو باز میکنم. سوال آخرم از تو اینه که چه توصیه‌ای برای بقیه بچه‌ها داری، برای اونایی که تو این مسیرن و دارن تلاش میکنن؟ به طور خاص چند تا مسئله رو میخوام بگم که فرآیند اپلای دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره. درسته ممکنه تو مسیر اپلای این یه لحظه به خودت بیای ببینی که همه دور و بریات، همه دوستا تونستن برن و فقط تو موندی. این حس بدی هست که مطمئنم وقتی من رفتم به بقیه این حس رو دادم، ولی اون موقع خودم فکر میکردم که تنها ترین آدم مثلا اینجا هستم که همه تونستن برن فقط من موندم. و میدونم که فامیل، دوست، آشنا همه میگن فراز چی شد همه تونستن برن تو چرا نتونستی بری؟ از این حرفا وجود داره. فرآیند اپلای من نمیدونم آیا میشه سریع انجام بشه یا نه، ولی فکر میکنم که یه مقدار طول میکشه و باید صبور باشید. این مسئله اول تجربه خودم رو فقط میگم، حالا نمیخوام نصیحتی کنم. مورد دومم این که من مسیر اپلای رو میگم که بخشی از پروژه پی اچ دی شما، حالا پروژه پایان نامتونه. یعنی شما خودتون به مرور یاد میگیرید که چطور سی وی بنویسید، به مرور یاد میگیرید چطور کاور لتر بنویسید، چطور استاد پیدا کنید، چطور پوزیشن پیدا کنید، چطور اپلای بکنید. من اولین اپلایی که کردم برای یه دانشگاه بود تو مریلند 1 ماه طول کشید تا اپلای بکنم. اپلایی که برای این دانشگاه انجام دادم فکر میکنم توی 1 ساعت و نیم کلا بود. یعنی چی میگم؟ اون 1 ساعت و نیم هم صرفا چون میدونستم تایید گرفتم گفتم بذار یکم ذهنم خاموش باشه، یه بار دیگه برم مرور بکنم همه چی سوتی نداده باشم، وگرنه که فکر میکنم روند اپلای کردن سریع انجام میشه. اینو فقط میخوام بگم که خیلی خیلی مسیریه که آدم باید آمادگیش رو داشته باشه، طول بکشه و یاد بگیره و هر حرفی که ما میزنیم میتونه کمک بکنه، ولی شاید مسیر اپلای هر کسی متفاوت باشه. شما خودتون تو مسیرهای مختلف، چه آیلتس خوندن، چه زبان خوندن، چه استاد پیدا کردن، چه ویزا، روشی رو برید که منحصر به فرد خودتون باشه. دقیقاً فراز، یکی از دلایلی که اصلا من شروع کردم این لایو رو همینه که بچه‌ها مسیرهای مختلف رو ببینن و نزدیکترین مسیر به خودشون رو انتخاب بکنن و نه که انتخاب بکنن الگو بگیرن، نه، از اون تجربه استفاده بکنن. فکر نکنن که تنها خودشونن که مسیرشون این مدلیه. نه، خیلی آدمای دیگه بودن ممکن بوده تو اون مسیر، تو اون مرحله مثل اینا بوده باشه. آره، دقیقاً به خاطر همین دلیل من این لایو رو شروع کردم که این تجربیات از بچه‌هایی که اپلای کردن، خودشون اپلای کردن، همه 0 تا 100 قضیه رو خودشون انجام دادن، بیان اینجا تجربیاتشون رو بگم، بچه‌ها ببینن مسیرهای مختلف و ناامید نشن. یعنی ناامیدی به نظرم بزرگترین ضرریه که میتونید به خودتون بزنید تو این پروسه. البته ناامید میشید بدون شک، صرفا اینه که وقتی ناامید شدید دوباره بتونید امید رو دوباره برگرد کامبک کنی. ببینید من کسی که 1 سال و نیم ریجکت میشد اونا رو میگم. آره شاید حالا امید کامبک بهش میگن دیگه. بعد اینکه ناامید شدی کامبک کنی. خب فراز میپرسن که آیا با معدل 14 ارشد شانس گرفتن فول فان از دانشگاه آمریکا رو دارن یا نه؟ ببین، هر چیزی که مدارکتون یعنی رزومتون قوی تر باشه احتمال اینکه پذیرش سریعتر بگیرید بیشتره، ولی به طور خاص ربط خاصی نداره. یعنی من میدونم استاد من اینکه دید تو زمینه‌های مختلف کار کردم و میزای مختلفی بلدم براش جذابیت داشت. فکر میکنم معدل من هیچ وقت براش اهمیت نداشت، هرچند معدل ارشد مثلا 16 شد پایین نشد، ولی میدونم که یه سری مسائل اهمیتی براش نداشت. بیشتر این بود تو بودای دیگه براش اهمیت داشت، پیگیری من، تلاش من اهمیت داشت
معدل و بقیه مسائل کمک میکنن ولی قطعیتی ندارن. یه دونم پیام بالاتر یکی من دیده بودم، ببخشید، گفته بود که کتاب زبان چی بود؟ کتاب زبان زیر ذره‌بین جهانشاهی اسم مؤلفش هست، جهانشاهی و الناز یوسفی فکر میکنم، دو نویسنده هستن. هم پیج تلگرام دارن، هم پیج اینستاگرام دارن، هم کتابای مختلفی دارن. کتاب جلد اول و دومش رو باید بگی، جلد اولش کلمه است، جلد دومش گرامره. درسته. برای معدل من یه چیزی رو اضافه بکنم. واقعا اساتید واسهشون مهمه که شما چقدر علاقه‌مندید و تواناییاتون چه شکلیه. نمیدونم سافت اسکیل ها رو شنیدید یا نه. شما باید بتونید با افراد مختلف ارتباط برقرار کنید. اینجا ریسرچ ها معمولا اینتردیسیپلینری هستن. این که شما توانایی رو داشته باشید که با بخش‌های مختلف کار بکنید و توانایی یادگیری یه چیز جدید رو داشته باشید خیلی واسهشون مهمه، چون پروسه‌ایه که شما باید یاد بگیرید دیگه. دکترا یعنی یاد گرفتن. اینکه اگه درسی رو تو ارشد افتاده باشیم به جای اون درس دیگه رو پاس کرده باشیم، آیا میتونیم تاثیر درس افتاده رو از جی پی حذف کنیم؟ فکر نمی‌کنم، یا اطلاعی ندارم. منم اطلاعی ندارم، نمیدونم اینو. کی باید برای سفارت آمریکا اقدام کرد؟ برای فال 2024 میخوام اپلای کنم. هر وقت آی 20 تو گرفتی بعد اقدام بکن. درست. آی 20 شاید سوال بشه آی 20 چیه فراز؟ میگم اینو میخواستم اول بگم، لطفاً قبل از اینکه پذیرشتون نیومده وقتای سفارت رو نگیرید. بچه‌ها میدونم یه مقدار از خودگذشتگی میخواد، ولی احتمال خیلی بچه هستن، ما خیلی میدیدیم که یک روز قبل از سفارت وقت آزاد شده برای سفارت. این خیانتی که در حق بقیه میکنید و بالاخره تجمع میشه و اون وسط خودتون هم دوباره تو این ضربه میخورید. وقتی که پذیرشتون اومد اقدام کنید برای همین سفارت. آی 20 چی هست رو دقیقا نمیدونم. یه برگه‌ای هست که نشون میده رابطه شما با سفارت هست، رابطه دانشگاه و سفارت، که شما تو اینجا پذیرش گرفتی، انقدر مدت تو این رشته و این هزینه هاتون هست، این هزینه هست که ما میدیم، این هزینه هست که شما باید بدید. یا بعد حالا مثلا بالانس ایجاد میشه، میگه که مثلا شما اینقدر باید هزینه پرداخت کنید ولی ما اینقدر پول به شما میدیم، بنابراین اینقدر میمونه و نشون میده که مثلا درصد فاندتون چی از این حرفا. من دقیقاً نمیدونم چی اطلاعاتیه که از طریق دانشگاه آماده میشه برای سفارت، یعنی اطلاعاتی که سفارت میخواد. برای وقت سفارت من یه چیزی بگم، بچه ها شما آی 20 نگرفتین، حق بقیه رو دارید میخورید وقت میگیرید از سفارت. ما اینجا یه پتیشنی رو یعنی من شروع نکردم، یکی از بچه ها احسان اینجا یه پتیشنی رو شروع کرده برای اینکه داشتن آی 20 رو اجباری بکنن توی سفارت ها، که دیگه این شرکت ها همینطوری نرن بدون اینکه ادمیشن داشته باشن، بدون اینکه آی 20 داشته باشن، برن وقتای خالی رو بگیرن، دیگه وقتی نمونه واسه اونی که آی 20 داره. حالا ما اینجا تو آمریکا این پتیشن رو شروع کردیم، داریم سعی میکنیم که مثلا با سناتورها و کانگرسمن‌ها ارتباط برقرار کنیم که این سفارت که بچه‌ها میرن وقت بگیرن حتما آی 20 رو ازشون بخواد. مثلا سفارت پاکستان آی 20 حتمی بود، شما بدون آی 20 نمیتونید سفارت پاکستان وقت بگیری. حالا اربیل نمیدونم، اربیل هم قطعا باید با آی 20 میتونستی وقت بگیری دیگه، درسته یا نه؟ مثل دبی و ارمنستان بدون آی 20 فقط با دی اس 160 هم میشد وقت گرفت. اربیل نیاز نداشت بدون. پاکستان نیاز داشت. پاکستان حتما باید با آی 20 انجام. پس آی 20 تونی که گرفتید بعدش برید برای وقت سفارتتون اقدام بکنید. اسم کتابی که گفتیم برای آیلتس خوبه چی بود؟ دوباره بگو فراز. زبان زیر ذره‌بین جهانشاهی، جلد اول و دوم. حدوداً چقدر هزینه اپلای شد؟ به دلاری بگم با توجه به شرایط خودم، اگر کلی بگم $1000 آزاد کردن مدارک برای من شد. $1000 بگی بلیت و همین ساک و چمدون و اینجور خورده ریز. $2000 وثیقه سربازی بود، 46 میلیون تومان. بالاخره الان 46 تومان کمتر از $2000 به لطف حکومت. هولوش
$500 وقت سفارت و سرویستون میشه و بگی $500 هم وقت سفری که دارید، یعنی $1000 فرایند سفارت. نمیدونم چیزی جا گذاشتم یا نه. $2000 $3000 هم حداقل باید با خودتون بیارید. فکر میکنم یه چیزی هولوش $6-7000 برای شروع نیازه. من یادم نمیاد هزینه‌ام چه شکلی بود، برای اینکه ما دو نفر بودیم، برای همین هزینه من متفاوته. میشینم حساب کتاب میکنم میگم هزینه 2 نفر چقدر میشه. ریکامندیشن گرفتی فراز؟ چقدر میتونه تاثیر داشته باشه تو پروسه؟ هم نیازه تو فرآیند اپلای. من بازم میگم استادم با توجه به شرایطی که از من دید نیازی ندید به ریکام، ولی اجباریه. من قبل از اینکه یکی از اساتیدم ریکام رو مثلا سابمیت بکنه بهش، یعنی پذیرشم رو گرفتم، آفر لترم رو گرفتم، ولی کلا لازمه و بعضی دانشگاه 2 تا، بعضی دانشگاه 3 تا 4 تا، به ندرت 5 تا میخوان ریکامندیشن لتر و لزوما اینطوری نیست که استاد ارشدتون حتما باید باشه، ولی بهتره که مثلا استاد ارشدتون، کسی که باش رو تز ارشدتون کار کردیدم ریکام بزنه. ولی من خودم از استاد ارشدم هیچ ریکامی نگرفتم، چون بالاخره استاد دکترام هم بود و نمیتونستم. واقعا استاد منم از من ریکام نخواست، جزو ریکوایرمنت های دانشکده بود ریکام. درسته. و من یه ریکام از استاد ارشد خودم گذاشتم و یکی از کارفرمای شرکتی که براش کار میکردم که خارجی بود. بعد از دکترا میشه اقامت دائم گرفت؟ بله میشه، ولی صرف دکترا نیستش. کانادا صرف دکترا شاید بشه، ولی آمریکا به صرف دکترا هرگز نمیشه متاسفانه. تمکن متأهل، من تمکن متأهل ها دانشگاه بهتون میگه. دانشگاه اصلا قبل اینکه I-20 رو صادر بکنه، چون شما و همسرتون باید I-20 داشته باشید وقتی که میری سفارت، دانشگاه برای اینکه I-20 رو صادر بکنه اون مقدار هزینه‌ای که شما باید تمکن نشون بدید رو بهتون میگه. برای ما به نسبت شهرمون و هزینه‌های زندگی توی شهرمون و فاندی که من داشتم، فکر کنم حدود 2500 تا اینا من تمکن گذاشتم. فول فاندم بودم من دیگه. سالی که پرسیدن در مورد 3 سال گپ، 3 سال تقریبا گپ محسوب نمیشه، نگران نباش. 3 سال اصلا گپ نیست. 3 سال گپ محسوب میشه، 3 سال اصلا چیزی نیست. ولی خب اگه مقاله زبان دارید و دیگه رزومه پربارتره. فرض گفتی چند سال گپ محسوب میشه؟ 5 سال؟ ببین معیار خاصی وجود نداره براش. من صرفا فکر میکنم بالای 5 سال بشه گپ باشه. بالاخره آدم بعد از اینکه درسش تموم میشه یه زمانی نیاز داره خودشو پیدا کنه، یا مثلا آیلتس بده یا اپلای بکنه. بالاخره این چیزا بدیهیه. درست. فکر نمی‌کنم 3 سال اصلا عددی باشه که بخواد گپ باشه. موافقم باهات. آره به نظر منم 3 سال اصلا گپ نیست. 3 سال قشنگ پروسه اپلایه، نگران نباش. دیگه فکر نمی کنم سوالی باشه. بذار ببینم اینجا چیه. بیارید هر مهارت دارید بیارید. به نظر من تو بخش منظورتون چیه؟ یعنی واسه خودم سواله، منظورتون از مهارت تحصیلی دیگه چیه؟ من دوره کمک اولیه رو داشتم نیاوردم تو رزومه، ولی فکر نمی کنم بد باشه بیاری. مثلا میگم مثلا هر چیزی که مثلا نشون بده شما آدم تحقیق کنی هستی، فکر میکنم یاد بگیری هستید، فکر میکنم که درست، یعنی درسته بیارید توی رزومتون. من توی یه انجیو فعال بودم، محیط زیستی تو ایران، اونا ترجمه هست سه کردم، ربطی هم نداره به تخصصم. رشته دیگه میگن، یعنی رشته دیگه ای هم خونده باشن؟ من مطمئن نیستم جواب درست چیه. منم نمیدونم. اگه خیلی حالا
طبق عقل من خیلی پرته به نسبت رشته‌ای که دارید واسش اپلای میکنید، شاید سوال ایجاد کنه این چرا انقدر پریده مثلا یه جای دیگه رفته. بهتره که یه مسیر روشن رو نشونه استاد بدید. هیچ نکنید دیگران رو، یه جور باشه که یه کسی که شما نمیشناسه واضح مشخص بشه براش. یه چیز رو فقط بگم اون ضبط میشه. شما به استاد که نیاز دارید، استاد هم فاندی رو گرفته و مسئولیتی داره، استاد هم به شما نیاز داره و یه فرآیند دو طرفه هست که میتونید به استاد کمک کنید، استاد بعداً در آینده راحت‌تر پیشرفت کنه و استاد هم به شما میتونه کمک کنه که شما پیشرفت کنید. با دیدگاهی جلو برید که استاد شما همکار شما میشه، نه رئیس شما. مثل ایران نیست، یعنی دوست شما میشه و کسی که با همدیگه ارتباط خواهید گرفت. جایی رو 2 نفر هستید، ممکنه شما جایی رو به دانشش رو نداشته باشید، برید از یه استاد دیگه، یه محقق دیگه کمک بگیرید و میخوام بگم روند کار روندی که فاند بزرگی از سمت یه جایی تو آمریکا داره تخصیص داده میشه که شما بیاید روی موضوعی کار بکنید. شما همکار هستید، نه شخصیت سطح پایین و مثلا اینکه بخواید بگید فلانی استاد منه. این دیدگاه رو نداشته باشید، باعث میشه اعتماد به نفستون بالاتر بره و بتونید استاد هم بیشتر شما رو انگیزه داره شما رو بگیره. آره موافقم بود. در سوالی که پرسیدم، من دکترا هیچ جا ذکر نکردم تو فرآیند اپلای که دانشجو دکترا هستم. وقتی که اومدم آمریکا به استادم گفتم من چون میخوام به بقیه بگم، دوستم اول به شما بگم من دکترا ایران رو انصراف دادم، دانشجو دکترا بودم، ولی ربطی به دکترا اینجام نداره و دلیل شخصی وجود داشت. استادم هم تشکر کرد که بهش گفتم. تو رزومم هیچ جا نیاوردم و فکر نمی‌کنم نیاز بوده باشه بیارم. موافقم. فیز اضافه توی رزومه مخصوصا تو سابقه کار ممکنه سفارت الکی گیر بده. سفارت الکی گیر نمیده، یعنی ازت میپرسه دقیقا میگه شرح بده که چیکار میکردی اونجا. از من اینطوری پرسید، بگو که توی این پروژه دقیقا چیکار داشتی میکردی، یا مثلا بگو توی این شرکت شما نقش تو اون شرکت چی بوده. با اینکه من نوشته بودم ولی از من پرسید که من بگم. ببینم نمیدونم، شاید میخواست ببینی که آیا تته پته میکنم نمیکنم، چه شکلیه. راحتم صحبت. هدف اینه که تناقضی نباشه بین حرفی که میزنی و چیزی که نمیگی. آره. ولی من مثلا سابقه کار غیر مرتبط با رشته‌ام داشتم که نیاوردم هیچ جا. این تجربه خودم بود، من نیاوردم. من کار نکردم، اطلاعی ندارم. من داشتم سابقه کار غیر رشته ولی هیچ جا نیاوردم. نه مشکلی نداره بعد از چند سال از ارشد اقدام بکنید، ولی خب بالاخره اگر خیلی طولانی شده گپ داره باید دلایل قانع کننده بیارید. اول در درجه اول برای خودتون، در درجه دوم برای استاد، سفارت، دانشگاه، مراحل اپلای. مثلا چرا بعد از چند سال به فکر درس افتادید؟ درسته. فکر میکنم دیگه سوالی نباشه. منم نمیخوام خیلی وقت تو بگیرم. خیلی بازم مرسی که فراز شرکت کردی، یعنی عالی بود. یعنی یه سری چیزا رو گفتی که من حتی خودم نمیدونم. میگم یه لایو دیگه باید با هم بریم که چه شکلی تونستی توی اروپا پوزیشن پیدا کنی، چیزی که من اصلا هیچ اطلاعی ازش ندارم و بچه‌ها رو میبینم که خیلی سوال می‌پرسن از که چه شکلی تو اروپا مثلا ایمیل بدیم و پوزیشن پیدا کنیم. من هیچ اطلاعی ندارم. حالا اگه شد حالا بعداً من چیز خیلی خاصی در کل نمیدونم، ولی خوشحالم که تونستم راجع به اروپا با هم صحبت کنیم. حتما در خدمتم. قربان شم. اگه سوال دیگه نیست ما این لایو رو تمومش میکنیم. قربانت محمد، رضوان و بقیه دوستانی که بودن. امیدوارم که سیو بشه، اون بگیر نگیر داره. مرسی فراز، امیدوارم که زودی همو ببینیم اینجا. سلامت باشیم، بتونیم همدیگه رو ببینیم و مرسی که دعوت کردید.
تو. مرسی مرسی مرسی. روز خوبی داشته باشی. سلامت باشی. خدا سلام. حتما بای خدا. بای. خدا.